صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 2. گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. آریایی های باختر و سوخت و خوارزم را در هیئت دولت آریایی هخامنشی رابطه های دوستانه اقتصادی، تجارتی و فرهنگی باز هم بیشتر متحد ساخته به گسترش تمدن آریایی مساعدت میکرد. محض در همین دوره راه بزرگ ابریشم اهمیت بین الخلقی پیدا نموده، تاجران باختری، سعودی و خوارزمی تا کناره های بحر میانه زمین از جمله مصر، بابل، ماد، آشور، یونان و غیره بحر سودا و معاملات تجارتی می رفتند. چنان که در کتاب اول آوردیم، رام کردن اسب و اشتر باختری و آفریدن ذاتهای بهترین آنها برای نیاگان ما در تمدن و دولتداری را کشاد. نیاگان تاجیکان با اسب و اشترهای چابکسر خویش نخستین تاجران و سوداگران کشورکشای ممالک مشرق و مغرب گردیدند. محض با شرافت همین اسب و اشترهای کشورکشا بنیاد راه لاجورد گذاشته شد. شاهراه بزرگ ابریشم به دوردستترین مملکت‌های عالم رفته رسید. موجودیت راه‌های مناسب تجارتی، تأمین امنیت و بی‌خطری در راه‌های کاروانگرد، اینچنین در سراسر امپریای هخامنشیان عمل کردن پل یگانه، بنیاد کاروانسرای و فراهم آوردن شرایط‌های مساعد کاروانگردی و نهایت فراخ شدن فضای تجارت و کشف بازارهای نو جهانی اجداد باختری و سعودی و خوارزمی تاجیکان را وادار می‌کرد که پیشصف تمدن امپریای پهناور هخامنشی‌ها باشند. و کتیبه ساختمان قصر در شوش که یکی از کتیبه های تا زمان ما رسیده دارای یک می باشد، از گسترش تجارت، فرهنگ شهرسازی، آثار معماری و نقاشی و گذشته از این بالاروی تمدن آریایی گواهی می دهد. این کتیبه که از آغاز ساختمان قصر شوش در سال 520 پیش از میلاد معلومات گرانبها می دهد، چون عنعنه با 3 زبان آریایی، ایلامی و بابلی نقش گردیده است. در این کتیبه ذکر می گردد که برای ساختمان قصر شوش از مملکت‌های دوردست تابع دولت دارا مصالح گرانبها انتقال یافتند. از جمله چوب قیمتبها را از لبنان، طلا را از باختر، لاجورد را از سوخت، فیروزه را از خوارزم، نقره و برنج را از مصر، استخوان فیل را از حبشستان و هندوستان آوردند. در کتیبه مذکور به طور مختصر هم باشد، سنگتراشان آنی و مادی، زرگران مادی و مصری، خشتریزان بابلی و آشوری، نقاشان مادی و مصری و نمایندگان دیگر خلقها نامبر شدند. این کتیبه از پیشروی مناسبت‌های بین الخلقی، انکشاف نمودهای گوناگون صنعت و هنرمندی، توصیف لوازمات ساختمان و معماری و ذکر اشیاءهای مدنی و مادی معلومات جالب داده، گذشته از این در بنیاد قصر شرکت داشتن نمایندگان خلقیت‌های گوناگون را آورده است. و این گفته‌ها باز یک دلیل دیگر است که از تأثیر متقابل تمدن آریایی به تمدن خلقیت‌های دیگر گواهی داده، انکشاف اقتصاد و مناسبت‌های اجتماعی، بالاروی فرهنگ و هنرمندی، صنعت و آثار نفیسه و خط و رسالت دیوانداری را بار دیگر ثابت می‌سازد. همین طریق نیاگان آریایی تاجیکان با امپری ابرقدرت هخامنشی در هیئت ولایت‌های باختر و سوخت و خوارزم متحد شده، چون خلقیت‌های همزبان و همریشه دارای فرهنگ مشترک آریایی با صاحب عمومیت مذهبی، عمومیت دولتداری و تقدیر یگانه تاریخی گردیدند. سنت دولتداری کیانی و نظام اداره‌کنی کشور از آریانای شرقی به قلمرو دیگر امپری هخامنشیان راه گشوده، ضمن آمیزش
با سنت دولتداری مادها در تولید و تشکل یک دولت ابرقدرت دنیای قدیم، امپری هخامنشیان نقش مهم بازیده است. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان در اینجا به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر در باب 3 با موضوع رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی شناس خواهیم کرد.